در اولین دیدار متوجه نگاه زیرچشمی محمود به من شدم و به همسرم گفتم که این دوست تو آدم درستی به نظر نمیرسد. اما شوهرم ناراحت شد و با لحنی جدی جواب داد که من و محمود یک روح هستیم در دو بدن و به هیچ کس اجازه نمیدم که اینطور در مورد دوستم حرف بزنه. محمود هر روز به دیدن شوهرم میآمد و آنها با هم بگو بخند میکردند. من نسبت به این رفاقت حسودی‌ام میشد تا اینکه کم کم به جمع آنها پیوستم. مدتی گذشت و محمود که خودمانی شده بود به من ابراز عشق و علاقه کرد، با وجود آن که نمیخواستم وارد وادی خیانت به همسر شوم، اما فریب حرفهای دروغین او را خوردم. پس از گذشت چند ماه من به خاطر محمود سر ناسازگاری گذاشتم و اونقدر شوهر بیچاره‌ام را عذاب دادم که به ناچار حاضر شد به طور توافقی از هم جدا شویم. تحمل نگاه تحقیرآمیز اطرافیان را نداشتم، اما تصمیم طلاقم جدی بود و حتی شوهرم نیز چند بار تماس گرفت تا مانع تصمیمم بشه، ولی قبول نکردم. محمود پس از 5 ماه با این ادعا که نمیخواد با خبر ازدواجمان دوست قدیمیش را شوکه کنه، مرا